الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز، با امید قبول طاعت و عبادات همه ما شما، لله الحمد، شما در جریان بودین که ما یک کورس خیاطی را افتتاح کرده بودیم. انشالله پروگرام امروزی ما ای است که تکاوی آوردیم و تقریبا 100 نفر از جمله یتام سروی شدن و ما میخواهیم توسط می خواهرای ما که دیجا کورس خیاطی را فرا گرفتن این کالا را برزی یتیما و یا انشالله که بدوزیم و من حیث توفیه هیدی از طریق بنیاد خیری باران رحمت برای یتیما انشالله هدیه کنیم. شما ما را تعقیب کنین، انشالله برنامه ها را بعدیش انشالله جزئیاتش انشالله صحبت میکنیم. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. افشان قطره اشکه که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. مدت 4 ماه میشه که پدرم بیکار است و 1 ماه میشه که خیاطی رو شروع کردیم. از تشکر میکنم از بنیاد خیری باران رحمت که برای ما این زمینه را مساعد کرده که ما اینجا بیایم خیاطی رو یاد گرفتیم در مدت 1 ماه. توسط زینه خیاطی میتونم روزگار خانه خود پیش ببرم. تشکری خاص میکنم از بنیاد خیری باران رحمت. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت